بسم الله الرحمن الرحیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟ باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است؟ این صبح تیره باز دمید از کجا که زو کار جهان و خلق جهان جمله در هم است. موضوعی که برای این قسمت از برنامه انتخاب کرده ایم چگونگی راهیابی اندیشه جبر در منظومه تفکرات اسلامی است که تا حد توان و به اجمال در باب آن سخن خواهیم گفت. در تاریخ صدر اسلام نمیتوان نشانه قابل توجهی از شیوع چنین بحثی در میان مسلمانان یافت. عملکرد مسلمانانی که در زمان حیات رسول خدا و خلفای نخستین میزیستند به گونه‌ای بود که گویا چنین موضوعی برای آنان موضوعیت نداشته و اختیار را ناخودآگاه امری مسلم میدانستند و خود را رها از هر گونه جبری مختار و آزاد میدیدند تا مرتکب اعمالی شده و جوابگوی آثار و تبعات آن نیز باشند. اگر هم جسته و گریخته و برای پاره‌ای از آنان این سؤال در میان می آمد، ولی هیچگاه به شکل یک مکتب فکری و منسجم در نیامده بود. تنها نشانی که از طرح موضوع جبر و اختیار در کتب تاریخی بر جای مانده باز می گردد به سال 37 هجری و زمانی که مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام به همراه سپاهیان خود از یکی از جنگ ها باز می گشتند. یکی از یاران همراه به امام نزدیک شد و گفت: یا امیر المؤمنین، در این جنگی که ما در رکاب تو حضور یافتیم آیا با اراده خودمان به میدان جهاد آمده بودیم و یا اینکه قضا و قدر الهی ما را بدینجا کشانیده بود و اختیاری از خود نداشته و مجبور بودیم؟ امام موحدان در جواب فرمودند: قضا و قدر مایه جبر آدمی نمی گردد، شما به اختیار خود آمده بودید. در مجموع به جز سوالاتی جسته و گریخته نشان جدی از مکتبی که داعیه‌دار جبر باشد در آن روزگاران سراغ نداریم. برای نخستین بار و به شهادت تاریخ این امویان بودند که هدفمندانه به این موضوع دامن زدند. بنا به گزارش حناف‌آخوری، جریان اموی برای توجیه ادامه نظام سیاسی خود نیاز مبرمی به ترویج و تبلیغ تلقیات جبرگرایانه از متون قرآن و حدیث داشت. آنان با ترویج اندیشه های جبرگرایانه می‌کوشیدند تا چنین القا نمایند که تدبیر امور سیاسی و جابجایی قدرت از مجرایی تحقق می‌پذیرد که آدمیان را در آن دخل و تصرفی نیست. بنابراین حاکم شدن امرا و خلفا تقدیری است الهی و بندگان را نشاید که در مقابل خواست لا یتخلف او مقاومتی از خود نشان دهند و خواست خود را در میان آورند. دستگاه خلافت اموی و عباسی این نکته را به صرافت دریافته بودند که فی المثل ترویج اندیشه های عقلانی مبتنی بر مختار دانستن انسان استلزامات فکری و سیاسی مهمی را در پی دارد که یکتازی و استبداد نظام سیاسی حاکم را که بر شالوده جبرگرایی بنا شده بود به چالش جدی می طلبید و نظم مستبدانه حاکم را بر نمی تافت. ماجد فخری
در تأیید تأثیر این عامل میگوید دعاوی آزاداندیشانه فرقه قدریه که اختیار و آزادی را برای انسان به عنوان حقی اساسی به رسمیت می شناخت، به دلیل استلزامات سیاسی نهفته در آن با شدت عمل و واکنش خشونتبار خلفای اموی مواجه گشت، تا جایی که معبد جهنی و غیلان دمشقی هر دو به امر خلفای اموی اعدام شدند. معبد به امر عبدالملک ابن مروان و غیلان به امر هشام ابن عبدالملک جان خود را در این راه فدا نمودند، چرا که مدعای آنان در نفی جبر و مختار دانستن انسان سلطه خلیفه را به مبارزه می طلبید و تهدیدی برای ثبات وضع سیاسی موجود بود، از آن رو که قول به اختیار بدان معنا بود که خلیفه دیگر نمی تواند از مسئولیت اعمال ستمگرانه خود مبرا باشد، تنها به این دلیل که این اعمال نتیجه قضای بی‌شفقت پروردگار بوده است. حناف‌آخوری نیز میگوید مسئله آزادی اراده و اختیار انسان رابطه وثیقی با سیاست می‌یابد و امویان نیز از آن رو قائل به جبر شدند و به دفاع از آن برخاستند تا به زعم خود این نکته را به اثبات رسانند که آنچه سبب استحکام قدرت آنان گردیده امری بوده است محتوم و از قضا و قدر لا یتخلف الهی که بشر را در آن دستی نیست. اگر صفحات تاریخ را ورقی بزنیم، عبیدالله ابن زیاد را میابیم که پس از واقعه خونین کربلا و در مواجهه با اسرای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وقایع منتج به شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین را به خدا نسبت میداد. در مجلسی که اسرای اهل بیت در دارالاماره کوفه و در حضور عبیدالله ابن زیاد قرار داشتند، ابن زیاد با اشاره به امام سجاد پرسید این جوان کیست؟ پاسخ دادند که او علی ابن الحسین است. عبیدالله گفت مگر علی ابن الحسین را خدا نکشت؟ منظور او علی اکبر بود. امام سجاد فرمودند برادری داشتم به نام علی که مردم او را کشتند نه خدا. یک بار دیگر نیز در مشاجره‌ای که میان او و حضرت زینب کبری سلام الله علیها روی داد، ابن زیاد رو به اسرای اهل بیت کرد و گفت الحمدلله الذی فضحکم و اکذب احدوثتکم. حمد خدای راست که شما را مفتضح ساخت و فتنه ای را که به وجود آورده بودید تکذیب نمود. حضرت زینب کبری سلام الله علیها فرمودند حمد خدای راست که ما را به وسیله پیامبرش محمد تکریم فرمود و ما را از پلیدی ها تطهیر فرمود. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. جز این نیست که پستی و رسوایی از آن مردم فاسق است و ما آن مردم نیستیم. دروغگویی کار اشخاص فاجر است و ما آن اشخاص نیستیم. ابن زیاد گفت کار خدا را درباره خاندانتان چگونه دیدید؟ حضرت زینب فرمودند و ما رأیت الا جمیلا. من به جز زیبایی چیزی ندیدم. خداوند برای آنان شهادت را مقدر فرمود. آنان به خوابگاه‌های ابدی خود شتافتند و خداوند به زودی تو را با آنان برای داوری نهایی در یک مکان جمع خواهد کرد. ابن زیاد بار دیگر رو به امام سجاد کرد و گفت تو کیستی؟ امام فرمود من علی ابن حسینم. عبیدالله گفت مگر علی ابن الحسین را خدا نکشت؟ امام فرمودند من برادری به نام علی داشتم که مردم او را کشتند. ابن زیاد گفت نه بلکه خدا او را کشت. امام فرمودند مقدرات هرچه باشد ظاهر اختیار است، اما موقعی که روح از جسم گرفته شود خدا ناظر آن روح است که می‌خواهد به طرف او برود. الله یتوفی الانفس حین موتها. خدا روح مردم را به هنگام مرگشان به تمامی می‌ستاند. سبحان الله. این دد خوناشام آدمی نما
پس از آن همه جنایت به یک باره چون فیلسوفی که از مفهوم عمیق و ریشه‌دار سخن میگوید اعمال ننگاور خود را به خدا نسبت میدهد. آری خدا گیرنده جان آدمیان است، ولی کسی که این قفس را شکسته و روح را از آن خارج میگرداند به اختیار خود چنین کرده است که اگر چنین نبود آن عرق سردی که بر پیشانی هر جنایتکاری پس از ارتکاب جنایت می نشیند نشانه چیست؟ حس شرم و حیایی که پس از ارتکاب هر ناپسندیده‌ای بر جان آدمی چنگ میزند گواهی است بر آن که او در اعماق وجود خیشتن ایمان دارد که خداوند مهار او را به دست خودش سپرده است. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ این دلیل و خجلت و آزرم چیست؟ مولانا میگوید اگر پای شتری را سنگی بخراشد او هیچگاه غضب‌آلود به سنگ نمی نگرد، ولی اگر همان را فردی به سوی او اندازد و رنجورش سازد به خشم و غضب سنگ را به دندان می فشارد. البته می خواهد که آن زننده را به دندان بگزد، ولی چون توان آن را ندارد خشم خود را چنین آشکار می سازد. حتی او می داند سنگ را اختیاری از خود نیست، ولی آن زننده که آدمی است را اختیاری هست. عقل حیوانی چو دانست اختیار، این مگو ای عقل انسان شرم دار. مولانا سپس به نکته جالبی اشاره می کند و می گوید انسانها عموماً در عمق ضمیر خیشتن به خوبی آگاهند که به شخصه پاسخگوی اعمالی اند که مرتکب می گردند. اگرچه خالقی او را به نظاره نشسته است، ولی آزادش گذاشته تا سرنوشت خیشتن را خود رقم زند. آن چیزی که در میان راهزن شعور و وجدان آدمی می گردد حرص و طمعی است که او را به سوی فرافکنی می کشاند و می کوشد تا دیگری را مسئول اعمال خود معرفی نماید، ولی همو و به هنگام بهره‌وری از لذایذ خود را کاملا آزاد می انگارد و تن به احکام شرعی نمی دهد. چون که آید نوبت نفس و هوا، 20 مرده اختیار آید تو را. چون بیاید نوبت شکر نعم، اختیارت نیست و از سنگی تو کم. بسیارند کسانی که به قوانین عرفی به آسانی گردن می نهند، ولی در برابر قوانین شرعی به 100 عذر و بهانه استنکاف می ورزند. از آن رو که به تبعیت از هوای نفس خیش قوانین عرفی را از آن خود می دانند و آن دسته دیگر را از سوی قدرتی ماورای قدرت خیش، که اینها همه از خودپرستی و نشأت یافته است. مولانا می گوید هواپرستان سر بندگی ندارند چون خودشان را بنده نمی دانند. وی سپس با اشاره به پدیده بتپرستی به نکته جالبی توجه می دهد. می گوید بتپرستی به قدری رسواست که ظاهری پذیرفتنی ندارد. پیش سنگی سرساییدن نهایت احمقی است، آن هم از انسانی که چنین خودخواه است و متکبر. از خدا سر بتابیم و در مقابل گلی سر فرود آوریم، از موجودی به آن عظمت سر بتابیم و سنگ و کلوخی را به خدایی برگزینیم.
فخر رازی در تفسیر کبیر نیز همین سوال را مطرح کرده است که این کار بی‌معنا و بی‌توجیه چرا رواج یافت؟ اگر بر آستان معبودی به آن عظمت سر نمی‌سایی، خب هیچ چیز را نپرست. مولانا سر این را برای ما بیان می‌دارد و می‌گوید او سنگی را می‌پرستد از آن رو که خود آن را تراشیده، یعنی در واقع باز هم خودپرستی و پرستش خویشتن است و بت‌پرستی بهانه‌ای بیش نیست و از همین جا این پدیده مقبول آدمی می شود، چون معبودی را برگزیده که به فرمان خود اوست. کسانی که گمان میبرند با رستن از پرستش خدا آزادند و مختار، خود را میفریبند، چرا که بنده بر حسب طبع و سرشت خویش بالاخره بر آستان معبودی سر میساید. آن کسی که به مال و منال دنیا عشق می‌ورزد همان را به عنوان معبود خود برگزیده. کسی که حب جاه و مقام سرزمین وجودش را به تسخیر درآورده پست و مقام را پرستش می‌کند و بر همین منوال به هرچه عشق ورزیدی معبودت نیز همان است. فرزند آدمی که از عبادت به سوی قبله واحد سر تابیده است، خود را ریشخند دهها قبله دیگری کرده که به فریب و نیرنگ او را سخره وجود ناپیدار خویش گردانیدند. او نمی‌داند که اگر خود را از بند بندگی موجودی که من او را منتر می کند رهانیده، دست و پای خویش را به هزاران بندی بسته است که روح و جان او را از پرواز باز داشتند. یک زمان زین قبله گر زاحل شوی، سخره هر قبله باطل شوی. ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. همانا حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. چنانچه در قسمت اول نیز بیان نمودیم، حادثه عاشورا از شکوهمندترین جلوه های تبارز اختیار فرزندان آدم بود. امام از همان ابتدای حرکت به سوی کوفه می دانست که چه سرنوشتی در انتظار اوست، علل خصوص زمانی که در میانه راه او را از شهادت مسلم و عهد شکنی کوفیان آگاهانیده بودند. برای امام به خوبی آشکار گردیده بود که این راه به کجا منتهی خواهد گردید. امام مختارانه به سوی هدف خود گام برمی داشت و به صراحت فریاد برآورد: ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی. اگر دین محمد جز به کشته شدن من قوام نمی یابد، پس ای شمشیرها بر من فرود آیید. نقل است زمانی که کاروان حسینی در مسیر کوفه به منزلگاه قصر بنی مقاتل رسید، پس از استراحتی کوتاه و برداشتن آب، کاروان دوباره به حرکت افتاد. برای لحظه‌ای خواب به چشمان امام آمد. امام دیدگان مبارک خود را گشود و فرمود: انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. 3 بار این جمله را تکرار کرد که به طور ضمنی خبر از حادثه‌ای تلخ می‌داد. فرزند رشید امام علی اکبر که سوار بر اسب و در کنار امام بود، با شنیدن این ذکر نزد پدر آمد و گفت: پدر جان، برای چه استرجاع گفتی؟ امام فرمودند: سر بر روی زین اسب نهاده بودم که لحظه‌ای به خواب رفتم. سواری را دیدم که می گفت: این کاروان به راهی روانند و مرگ نیز در پی آنان و بر آنان سایه افکنده است. دانستم که در این سفر شهادت انتظارمان را می کشد.
علی اکبر گفت پدر جان مگر ما بر حق نیستیم؟ امام فرمود چرا فرزندم؟ قسم به خدایی که بازگشت همگان به سوی اوست، ما بر حقیم. فرزند رشید امام گفت پس دیگر چه باک از مردن در راه حق. امام که از فرزند خود انتظاری جز این نداشت، تبسمی بر لبان مبارکش نقش بست و در حق علی اکبر دعا فرمود. در اینجا بجاست که از دو مفهوم مهم دیگری نیز که مولانا از آن یاد می کند و از غفلت در باب آن تحذیر می دهد یاد نماییم. یکی جبر عاشقانه و دیگری اختیار پالان شکل. اولی به رغم این که ظاهراً از جنس اجبار و اکراه است، ولی به حقیقت چنین نیست و برای شستشو دادن آدمی از ناپاکی هایی است که بدان مبتلا گشته است. جبر عاشقانه یعنی کشیدن هر چند به اکراه آدمی به سوی بالا و زدودن گرد و غبار از چهره او. و دومی به رغم این که از اختیار آزادی این گوهرهای اصیل وجود آدمی نشأت یافته است، ولی در حقیقت چون پالانی او را به این سو آن سو می کشاند و پیرو هوایش می سازند و اگر از یک بند مبارک و میمون می رهانند، به زنجیرهای گران روح او را در بند می کشند. اشتریم لاغر و هم پشت ریش، ز اختیار همچو پالان شکل خیش. این کجاوه گر شود این سو کشان، وان کجاوه گر شود آن سو کشان. بفکن از من حمل ناهموار را، تا ببینم روضه انوار را. آموزه ها و احکام شرعی مصداق جبر عاشقانند که من ایدئال انسانی را به ضریب‌های بزرگ ضرب می کنند و بر ارزش شخصیت آدمی می افزایند که البته بر بسیاری از آدمیان گران می آیند و راهی برای خلاصی از دست آن می جویند. و این زمانی است که ناغافل در آزادی و اختیاری پالان شکل گرفتار می آیند که عمق و معنا را از شخصیت آنان می ستاند و گاهی به سنگینی یک منفعت به یک سو کشانده می شوند و گاهی به سنگینی آن دیگری به جانب دیگر. این موضوع را در نوبت بعد به بحث خواهیم گرفت. خوشحالیم از این که در این قسمت نیز با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدایار و نگهدار.